این چالش ترند تولد دیدی خیلی وایرال شده و کلی ویو میگیره. بیا با گوشی توی دستمون بسازیمش. نیاز به 2 تا ویدیو دارین، یکی از خودتون که یک طرف تصویر باشین و شمع فوت کنین، یکی دیگه هم طرف دیگه تصویر باشین و همچین عکسی رو داشته باشین. ویدیو هامون رو وارد کپکات میکنیم، روی ویدیو دوم کلیک میکنیم و روی اوورلی میزنیم، یه لایه میاریمش پایینتر و میاریم اول تایملاینمون. حالا روی گزینه ماسک کلیک میکنیم، روی هوریزونتال میزنیم، خط ماسک رو 90 درجه میچرخونیم و بین مرز 2 تا سوژه‌مون قرار میدیم و به کمک اون دایره سفید مرز بین 2 تا لایه شفافتر میکنیم. حالا برای اینکه بعد از فوت کردن شمع نفر دوم غیب بشه، تو ثانیه‌ای که فوت میکنیم یک فریم بهش میدیم و 1 ثانیه میریم جلو، اوپاسیتی رو 0 میکنیم. حالا برای قسمت دودش وارد اوورلی میشیم، روی لایبرری کلیک میکنیم، کلمه اسموک رو تایپ میکنیم و سرچ میکنیم و این فوتیج دود رو اضافه میکنیم. روی اسپلایس و فیلتر کلیک میکنیم تا بک‌گراندش رو پاک کنه. 90 درجه میچرخونیمش و درست لحظه بعد از فوت کردنش هم قرارش میدیم و سایز و ابعادش رو درست میکنیم. به همین راحتی ساختیمش. تو دوره اینستا پرو مکس 0 تا 100 اینستاگرام ادیت و موبایل گرافی رو به همراه پرامپت نویسی هوش مصنوعی آموزش دادم. برای اطلاعات بیشتر کلمه دوره رو برام بفرست. تو پیج من بیشتر از 100 تا چالش ترند اینستاگرامی رو به صورت رایگان آموزش دادم، از دستشون نده.